بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی زارا هستم، مدیر و مؤسس وبسایت آموزشی نونویسان. با 4مین جلسه از آموزش C# خدمت شما عزیزان هستیم. در این جلسه میخوام درباره دستورات شرطی باهاتون صحبت بکنم که خیلی در برنامه‌های ما کاربردهای بسیار زیادی داره. برای مثال توی همین سایت که خودم برنامه نویسیش کردم، در بخش ورود به سایت می‌بینید که نام کاربری و کلمه عبور میخواد. در اینجا کاربر ممکنه که نام کاربری یا کلمه عبور رو اشتباه وارد کنه. اینجا دستورات شرطی هستن که به داد ما میان. مثلا ما بررسی میکنیم که اگه کاربر نامش درست بود و نام کاربریش اشتباه بود، بگیم مثلا نام کلمه عبور شما اشتباهه، یا مثلا اگه کلمه عبور درست بود نام کاربری اشتباه بود، بگیم که اطلاعات رو اشتباه وارد کرده. و با دستورات شرطی هر کدوم از اینها اشتباه یا ناقص باشن، ما به کاربر میتونیم گزارش بدیم. یا مثلا در اینجا که من اینو فقط برای مدرسین سایت ساختم که بتونم تشخیص بدم مدرسین سایتو، اگه کاربری بیاد اینجا اطلاعاتی وارد بکنه که اون نام کاربری و رمز عبور وجود نداشته باشه، دیگه اون دستور شرطی بررسی میکنه که میبینه همچین نام کاربری و رمز عبوری وجود نداره، پس اجازه ورود به سایت و پنل ادمین رو بهش نمیده. حالا بذارین تا وارد ویژوال استودیو بشم تا توضیحات بیشتری در این باره بهتون بدم. یک پروژه جدید درست میکنیم. از نوع کنسول app.net Core. در اینجا انتخاب میکنیم که کجا سیو بشه، اینم اسمشه و میزنیم که بساز. نرفت اونجا، این زایمون کرد اول کاری. ببخشید. خب این پروژه‌ایه که از نوع کنسول، این چیزیه که همیشه میبینید console.writeline روی صفحه چاپ میکنه. حالا من میخوام در اینجا دستور خودم رو چاپ بکنم. اینجا من اول یه متغیر درست میکنم به اسم مثلا ادمین، زارمش مثلا یوزرنیم. این یوزرنیم ادمین مثلا مهدی زارا، این مثلا یوزرنیم من. حالا اینجا میام چک میکنم که ببینم نامی که وارد میشه یوزرنیم مساویه با مهدی زارا هست یا نه. اگه یوزرنیم مساویه با مهدی زارا بود، ما اجازه میدیم که کاربر ثبت نام وارد پنل خودش بشه. اینجا از ایف استفاده میکنیم، پرانتز باز و بسته و آکولاد رو باز و بسته میکنیم. اینجا ما باید شرطمون رو بنویسیم، چیزی که میخوایم اجرا بشه. مثلا من در نظر دارم که یوزرنیم حتما باید مهدی زارا باشه. مینویسم ایف به معنی اگر یوزرنیم مساویه با، ما از اینجا یه دفعه کپیش کنیم که خطایی به وجود نیاد، مساویه با مهدی زارا بود. حالا این اجرا میشه. دقت داشته باشید توی دستورات شرطی شما باید 2 تا مساوی بذارید. یه دونه بذارید خطا میده بهتون، حتما باید 2 تا باشه. حالا میگم اگه مهدی زارا بود، یه صفحه چاپ کن hello admin. حالا نگاه میکن، ببینید روی بررسی کرد، دید بله یوزرنیم مساویه با مهدی زارا است. حالا بذارین تا ببینم میشه از به این حالت بهتر بهتون توضیح بدم.
ببینید ما اینجا وارد حالت دیباگینگ میشیم تا بررسی کنیم کدمون چطوری کار میکنه، که آیا اصلا وارد این دستور من میشه نمیشه. اومد اینجا میگه استرینگ یوزرنیم مساویه با مهدیزار، میره بعدی وارد حلقه میشه، میگه اینجا به من استرینگو مساویه با مهدیزاره داده، پس درسته، وارد حلقه میشه، اینو چاپ میکنه روی صفحه و از حلقه خارج میشه و دستور اجرا میشه. دیدید که چطوری کار میکنه؟ اول میاد به این خط میرسه، از بالا به پایین، اول میاد به این خط میرسه، میگه یه یوزرنیم هست به اسم مهدیزاره، بعد میگه بیا اینجا بررسی کن آیا یوزرنیم مساوی با مهدیزاره هستش، اگه بود بیا چاپ کن روی صفحه. حالا اگه یوزرنیم علی بود چی؟ هیچ روی صفحه نشون نمیده. اینجا شاید کاربر بیاد اینو ببینه اصلا نفهمه موضوع چی، چون اصلا چیزی بهش نمایش داده نشده. پس ما میایم اینجا از else استفاده میکنیم، میگیم در غیر این صورت، یعنی اگه if بود، اگه درست بود و نام کاربری مهدیزاره بود بیا اینو اجرا کن. حالا اگه مهدیزاره نبود چی؟ هر کسی بود به جز ادمین. اینجا چاپ میکنه hello user. حالا من اینو براتون همون دوباره عوض میکنم. حالا میبینید که hello user اجرا میشه. hello user اینجا نمایش داده شد. ببخشید. حالا من دوباره به میگم بریک پوینت، ما اینو اینجا میذاریم تا وارد حالت دیباگینگ بشیم و اپلیکیشن خودمون رو بررسی بکنیم. حالا دوباره از برنامه اجرا میگیرم تا بهتون نشون بدم چطوری وارد else میشه. میبینید که اولش الان اینجا وایساد وارد میشه، میگه نه یوزرنیم الان فعلا نال، یوزرنیم مساویه با علی شد، میاد بررسی میکنه میبینه نه. بزنین تا من اینو مجدد براتون استارت کنم، یکم دستم خورد سریع رفت. بعد ببینید نگاه کن الان فعلا اینجاست تا برسه به این خط، الان میاد اونجا میبینه یوزرنیم علیه، اصلا دیگه به اینجا نمیرسه چون بررسی میکنه میبینه یوزرنیم که مهدیزاره نبوده علی بوده. اینجا الان داره بررسی میکنه، میگه یوزرنیمی که من دارم علیه، آیا با چیزی که تو داری برابره؟ دستور شرطی من میگه نه، یوزرنیم باید مهدیزاره باشه. پس این میبینه چیزی که اینجا پر شده با چیزی که اینجا هست مغایرت داره، یکی نیستش. بعد از این خارج میشه، میاد وارد این میشه، یه در غیر این صورت اگه هر چیزی بود بجز این، میاد اینجا وارد میشه، چیزی که اینجا روی صفحه هست چاپ میکنه برای شما عزیزم. دیدید که برنامه‌های ما چطوری کار میکنه؟ این دستورات شرطی کاربردهای بسیار زیادی در سایت‌های شما داره. برای مثال همین سایت خودمون که بهتون نشون دادم خیلی کاربرد زیادی داره که شما میتونید ازش استفاده کنید. آیا کاربر ثبت نام کرده نکرده، آیا کاربر ادمین هستش یا نیستش، آیا کاربر به بخش مدیریت کاربران دسترسی داره یا نداره. این دستورات شرطی خیلی قابلیت‌های زیادی داره. شاید به نظرتون برسه که بگیم ما مثلا میخوایم 2 تا شرط بذاریم، اگه مهدیزاره یا علی بود، مثلا ما شاید چند تا ادمین داشته باشیم، یه دونه ادمین که نداریم. قاعدتا مثلا روی یه سایت چند تا ادمین هستن که فعالیت میکنن تا سایت بتونه به روند خودش ادامه بده. من اینجا میام از این علامت استفاده میکنم، این به معنی یا هستش، اگه مهدیزاره یا یوزرنیم مساویه علی. حالا ببینید
من 2 تا شرط گذاشتم برای خودم. گفتم اگه یوزرنیم مهدی زاره بود میتونی وارد چی؟ اگه یوزرنیم علی هم بود باز میتونی وارد بشی. یعنی هر دوی اینا ادمین سایت من هستن، بهشون گیر نده. ببینید باز هلو ادمین رو چاپ کرد. در صورت اینکه قبل اینکه من این کد رو بنویسم وارد الس میشد. حالا شما میخواین پسورد طرفم چک بکنید، هم یوزرنیمش رو میخواین چک بکنید هم پسوردش. مثلا میگین اگه یوزرنیمش مهدی زاره بود و پسوردش مساوی مثلا 1 2 3. اینجا دیگه از یا استفاده نمی کنیم. بذارین تا بهتون نشون بدم. اوه چی نوشتم؟ ببینید همینجا به من ارور داد. دقت کنید چون این پسورد شما دیگه داخل دابل کوتیشن نمیذاریم. اینو پاک میکنیم و اینجا مینویسیم. حالا نگاه کنید دیگه من از این علامت استفاده نمی کنم چون یکیشون رو بررسی میکنه، میگه یا یوزرنیم مهدی زاره باشه یا پسورد این باشه. ولی در صورتی که باید دوتاش چک بشه. الان برای مثال من به جای اینکه 1 2 3 بذارم میگم 1 2 3 4 پسورد 1 2 3 4 سیو میکنم و اجرا میکنم. ببینید باز هلو ادمین برای من نمایش داده شد. ولی در صورتی که پسورد یکی نیست. من اینجا هر دوتاشون رو بررسی نکردم که گفتم یکیشونم درست بود کفایت میکنه. این به معنی یا هستش. حالا واسه این که بگم هر دوتاشون باید درست باشه از این علامت استفاده میکنم. حالا ببینید دیگه وارد هلو ادمین نمیشه. دیگه الان باید وارد هلو یوزر بشه چون این یکسان نیست. دیدید وارد هلو یوزر شد. پس به دو شکل اینجا شما میتونید توی دستورات شرطی بنویسید. یا از این علامت استفاده میکنید یا از این علامت استفاده میکنید. این به معنی یا هستش. به معنی یا هستش که یعنی یکیشون هم درست باشه کفایت میکنه. مثلا میگه یا یوزرنیم درست باشه یا پسورد درست باشه. ولی دیگه این نه، این میگه باید هر دوتاش درست باشه. دیدید که وارد هلو یوزر شد وقتی من این علامت رو گذاشتم. حالا درستش میکنم میذارم 1 2 3 که هر دوتاش هم درسته و بعد وارد هلو ادمین بشه. دیدید که دستورات شرطی چطوری هستن؟ دستورات شرطی متفاوتی توی برنامه نویسی وجود داره که من در قسمت های بعدی به اونا اشاره میکنم و همشون رو بهتون یاد میدم. این دستور شرطی رو حتما تمرین بکنید چون ایف در برنامه های ما کاربرد بسیار زیادی داره. به این علامت دقت داشته باشین همیشه. حتی خود منم ممکنه شده اشتباه کردم که اینجا مثلا به جای و یا گذاشتم یا به جای یا و گذاشتم. دقت داشته باشین که این و هستش یعنی هر دوتا باید درست باشه. یکیش هم درست باشه وارد این بدنه نمیشه و وارد این میشه. و این یا هستش که یعنی یکیش باید درست باشه. یا این هر یه دونش هم درست باشه دیگه لازم نیست دوتاش هم درست باشه مشکلی نداره. ولی یکیش هم درست باشه کفایت میکنه و وارد این بدنه میشه. دقت داشته باشید که اینا خیلی مهمه. تا جلسه بعدی و آموزش دیگه خدا نگهدار شما عزیزم.